با سلام و عرض ادب خدمت هنرمندان و هنردوستان عزیز، کسانی که پیگیر تمرینات طراحی و نقاشی هستند. همونطور که قبلا هم گفته بودم و همه طراحان و نقاشان میدونن که یه نقاش خوب اول باید یه طراح خوبی باشه. درس یک امروز ما راجع به خطوط تا میتونیم راجع به خطها با هم کار میکنیم. امیدوارم این تمرین رو جدی بگیرید. این تمرین آخر عمر کاری یک هنرمند طراح و نقاش باید همراهش باشه، مرتبا تمرین کنه و هر مقدار این تمرین رو شما جدی‌تر بگیرید تو کار نقاشی موفق‌تر خواهید بود. شروع میکنیم به کار کردن. همراه با کار کردن توضیحات دیگه هم که به ذهنم برسه خدمتتون عرض میکنم. از دوست عزیزم میخوام که بیان از نزدیک تخت شاسی رو بگیرن. ابتدای امر ما سعی میکنیم خطوط افقی رو طراحی کنیم بدون اینکه تخت شاسی رو تو دستمون بازی بدیم بچرخونیم. شروع میکنیم به کار کردن. نوک مداد باید حتما تیز باشه و از این قسمت مداد رو بگیرید. خیلی هستم دیدم که عادت دارن از قسمت جلو میگیرن که خطاشون بسیار پهن و پررنگ میشه و اشتباه. مداد رو از این قسمت بگیرین تا اونجا که ممکنه خطاتون باید صاف به موازات لبه صاف کاغذتون باشه و به موازات همدیگه و تا اونجا که ممکنه کمرنگ. همینطور که میبینید خط بعدی رو هم باز من سعی میکنم به موازات خط اولم بکشم. بین این خطوط فاصله زیاد ملاک نیست. میبینید که این یکی خط رو من یه مقدار باریک‌تر گرفتم. اینها همه جنبه تمرین داره. سعی نکنید که به کارتون سرعت بدید. موقعی که دستتون رو حرکت میدید فکر کنید راجع به خطوط. تیزترین نوک مداد همینطور که میبینید من مداد رو تو دستم میگردونم و متوجه میشم که قسمت تیز نوک مداد روی کاغذ میاد، از اون استفاده میکنم. هر مقدار این خطوط نازکتر و باریکتر باشن در آینده تو طراحی ما، تو نقاشی ما به ما کمک خواهند کرد. بعد شروع میکنم به کشیدن خطوط عمودی. همینطور که میبینید باز بدون اینکه طمأنینه‌ای داشته باشم با صبر و حوصله خطوط عمودی رو تمرین میکنم. هر مقدار خطوط کشیده تر باشن موفقیت شما بیشتره. خطوط باید یک دست صاف و به قولی خط کشی باشن. درسته که مثل خط کش نمیشه ولی تا اونجا که ممکنه ما باید خطامون صاف و خط کشی انجام بشن. برای این تمرین زمان نمیشه در نظر گرفت. هر مقدار این تمرینات رو بیشتر انجام بدید بیشتر کارتون حرفه‌ای میشه. تمرین بعدیمون کشیدن خطهای منحنیه. یک کمان میکشم و به موازات این کمان یک کمان دیگه. حالا من چون حرفم طراحی و نقاشیه و سالهاست دارم کار میکنم، ناخودآگاه سرعت دستم ممکنه بیش از حد بالا باشه. شما هیچ چیز نکنید، عجله به خرج ندید و تا اونجا که ممکنه دقتتون رو بالا ببرید. هر وقت هم که احساس کردید نوک مدادتون گرد شده، خطاتون داره پهن میشه، خب نوک مداد رو بتراشید و ازش استفاده ببرید. برعکس این کمان ها شروع میکنیم به کشیدن یک کمان دیگه. اینها باید به موازات هم دیگه باشن.
باید تو کار صبور بود، تو کار عشق داشت و اگر بر فرض مثال با این مقدار، با این چند دقیقه تمرین شما احساس خستگی کردید، میتونید دست از کار بکشید، بر فرض مثال موسیقی گوش کنید، برنامه تو تلویزیون ببینید و ادامه کار. این تمرینات رو کسایی که از ما دور هستن، شهرهای مختلف هستن، میتونن انجام بدن، با ما در تماس باشن و انشالله ما شاهد موفقیت روز به روزشون باشیم. همینطور که دیدید اینجا یه دایره کوچیک کشیدم. حالا این دایره کوچیک رو مرتبا بزرگش میکنم. سعی میکنم با خطوط گرد دایره ها رو بزرگ و بزرگتر کنم. حالا یا برعکس یه دایره بزرگ میکشیم به سمت داخل. کوچیکش میکنیم یا حتی میتونیم باز همین رو به سمت بیرون بزرگش کنیم. کسایی که شاغلن، تو ادارات هستن، معلمن، اوقات فراغت دارن، بر فرض مثال 1 رو 20 دقیقه این تمرینات رو میتونن انجام بدن. رفته رفته میبینن که مهارت تو کار طراحی پیدا کردن و میتونن ادامه بدن. خیلی ها راجع به نداشتن استعداد تو عالم نقاشی صحبت میکنن. جدا از بحث استعداد، نقاشی اکتسابیه، با تمرین میتونید کسبش کنید. خیلی از با استعدادها هستن که بر اثر تمرین نکردن عمری کارشون بایکوت میمونه و نمیتونن نقاشی رو یاد بگیرن و خیلی از بی استعدادها وقتی که 1-2 تا کار با کیفیت انجام دادن تشویق میشن و ازشون میشه یه نقاش خوبی در آورد. خب اینم همینطور. بعد شروع میکنیم به کشیدن بیضی. یه بیضی بزرگ میکشیم. این رو حالا به دلخواه خودمون به سمت داخل کوچیک و کوچیکترش میکنیم. بیضی های متنوع دیگه داخلش به موازاتش تا اونجا که ممکنه. تو عالم هنر کم هزینه ترین چیزی که ممکنه برای کار نقاشیه، چون ابتدای امر که کار با کاغذ و مداده و همه به راحتی میتونن تهیه کنن و تمرین کنن. حتی به زمانی هم که به رنگ و روغن برسن که بخوان کار کنن، با چند تا دونه قلم و رنگ سیاه و سفید کارهای رئال، هایپر رئال با کیفیتی میتونن انجام بدن. و همچنین باز برای کشیدن خطوط صاف میتونیم یه مستطیل متوسط بکشیم. این رو هم به سمت داخل کوچیک کنیم یا به سمت بیرون بزرگ کنیم. منتها تا اونجا که ممکنه از لبه صاف کاغذ کمک میگیریم که خطامون به موازات لبه صاف کاغذ به شکل افقی و به شکل عمودی باشه.
همچنین اینجا میتونم برعکسش یه مستطیل کوچیک بکشم که این رو به سمت بیرون بزرگش کنم. سن و سال تو این تمرینات مطرح نیست. همه با هر سن و سالی با هر شرایطی میتونن این تمرینات رو انجام بدن و با ما در تماس باشن. هر ساعتی از شبانه روز هم چه حالا با چت کردن تو شبکه‌های مجازی، واتساپ، تلگرام، اینستاگرام میتونیم با هم ارتباط داشته باشیم، حالا چه با تماس تصویری یا صوتی. خب این تمرین امروزمون تا اینجا. تا در آخر توصیه من اینه که تا میتونید تمرین کنید، سعی کنید، تلاش کنید، برای کارتون ارزش قائل باشید. اندک زمانی که پیش میاد، حالا تو اداره‌ای، تو هر جای مشغول هستید، وقت رو به بطالت نگذرونید، تمرین کنید، با تلاش بتونید به نتیجه برسید. همینطور که میبینید این کار یکی از هنرجوهای منه که بعد یه مدت نه چندان طولانی تونستن همچین اثری رو خلق کنن. انشالله ما شاهد این باشیم که شماها کارهایی همچنین و از این بهتر خلق کنید و وقتی که بتونید همچین کاری رو با مداد B2 و حاشبه انجام بدهید، در آینده نه چندان طولانی آثار سیاه قلم شما رو در زمینه هایپر رئال شاهد خواهیم بود، مثل کارهایی که پشت سر من خواهید دید. میتونید دوستم از نزدیک باز فیلم برداری کنه و میخوام که حمایت بشه برنامه ما، باعث دلگرمی ما باشه. با لایک، کامنت و سابسکرایب ما رو بتونید حمایت بفرمایید.